لابی درستش میکنیم دیگه. تو بشین رو سرش یه چیز دیگه. آها لابی دستتو بیار بالا یهودا میخوای بزنیش. طرف دیگه. بله با بازی باید بکنیم بیاد این طرف. آها این خوبه، این خیلی خوبه. برام انجام بچه‌ها هم میگن سر جاشون واسن. همه نیسته. سلام و درود خدمت همراهان همیشگی کانال نقد و بررسی سریال های ایرانی. سریال یوسف پیامبر که یکی از بهترین سریال های ایران بوده است، سریالی که با مدت 4 سال طول کشید تا ساخته شود. این سریال در سال ساخت خودش هزینه های هنگفت و بسیار بالایی داشته که اگر در این زمان این فیلم را می‌خواستند بسازند، شماردن و پول هزینه ساخت آن واقعا کار سخت و دشواری می‌شد. شهر مصر که زمین آن را شهرداری در اختیار کارگردان داده بود، نزدیک به 1 سال و نیم طول کشید تا فقط شهر مصر را بسازند. 2 سال و نیم از اون 4 سال صرف ساخت خود فیلم بوده است. فیلمی که هر سال پخش میشه ولی انگار هر سال تازگی داره واسه ما. شهر مصر که معماران درجه 1 ایران نقشه آن را روی کاغذ پیاده کرده بودند، مو به موی آن را با جزئیات بسیار دقیق به مرحله ساخت رسوندند تا این فیلم به نهایت کیفیت و زیبایی خود برسه. نظر خودتون را راجع به این سریال بسیار زیبا کامنت کنید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. کانال ما را به بقیه معرفی نمایید.